همچی کاری بکنی؟ برای چی به من دروغ گفتی؟ چرا گفتی که بچه‌م مرده؟ عصبانی نشو عزیزم، من فقط برای نجات تو از بدنامی این کارو کردم. اگه مردم میفهمیدن که خاطر بچه توه، حالا چطور میتونستی با کامران ازدواج کنی؟ دیگه هیچ کس و هیچ چیز برام اهمیت نداره جز بچه‌م. حماقت نکن، آینده تو بستگی به مسکوت موندن این راز داره. نه، بالاخره این راز برای همه روشن میشه. پس چرا با بدنامی بیشتر من از زندگی محروم بشم؟ بذار همه این موضوع رو بدونن. ازت خواهش میکنم این کارو نکن. مطمئن باش من ترتیب همه کارا رو میدم. اوکی، تو باید برای من ترتیبی معین کنی. مگه من بازیچه تو هستم؟ اون وعده‌هایی که برای خوشبختی من میدادی.